خودمون رو میذاریم جای امام حسین قضاوت میکنیم؟ بس نیست ما شدیم امام حسین، بس هرچی از خودمون گفتیم به اسم امام حسین. قرآن ناطق معرف حال خداست. ما 2 تا قرآن داریم، یه قرآن صامت، یه قرآن ناطق. قرآن صامت همین کتابی که دست من تو الفاظ. خب این الفاظ رو یه کسی برای ما فرستاده، تو چه حالی بوده وقتی اینا رو فرستاده؟ قرآن ناطق معرف حال خداست. بعضیا میگن آقای عده گفتن حسبنا کتاب الله، ما هم که گفتیم حسبنا کتاب الله. وقتی کتاب خدا رو ترجمه میکنیم بدون توجه به حالات پیامبر، حالات اهل بیت، یعنی ما هم گفتیم حسبنا کتاب الله. حال پیامبر رو باید به قرآن ضمیمه کنی. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. تو که ترجمه قرآن مینویسی، چجور بدون توجه به اهل بیت ترجمه قرآن نوشتی؟ چجور تبت یدا ابی لهب رو دیدی، تب کردن پیغمبر برای ابی لهب ندیدی؟ نمازهای شبی که رو پنجه پا آقا رسول الله میستاد میخون برای هدایت ابو جهل و ابو لهب، چرا اونا رو ندید؟ اونا رو باید به این آیه اضافه کنی. مثل یه پدری که بلند شده برای بچهش نماز شب میخونه، بعد میاد بالا سرش میگه جزه جگر زده نرو این راهو. چرا این جملاتو دیدی؟ چرا نماز شبشو ندیدی؟ چرا دعای نیمه شبشو ندیدی؟ ندیدیم که یه مسیر دیگه داریم میریم. خیرخواهی ابا عبدالله برای خلائق رو ندیدیم، یه حسین دیگه درست کردیم. تا کی خودمون رو میذاریم جای امام حسین قضاوت میکنیم؟ بس نیست ما شدیم امام حسین، بس هرچی از خودمون گفتیم به اسم امام حسین. قرآن ناطق معرف حال خداست. زیر تیغ شمر داره شمر رو دعا میکنه. این حالشه. این اونیه که امام صادق علیه السلام فرمود اون لحظه‌ای که بنده با خدا لج کرده با خدا، رو در رو وایساده. امام صادق علیه السلام فرمود اگر بدونید خدا چقدر شما رو دوست داره از خوشحالی میترکید. شیطان اومده جلو خدا میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین، درگیر با خداست. بعد میگه حالا به من مهلت میدی؟ خدا گفت مهلت میدی. تو دعای شیطون رو مستجاب میکنی. میگه من مستجاب کننده دعام، اینم مخلوقمه. حالا شیطنتش گرفت. بهش گفتم با آدم سجده کن، بیچاره نمیفهمه که این قبله رو قرار بدی نمازات اثرش بیشتر میشه. من که برای خودم نگفتم که آدم قبله شده، آدم شده کعبه، نگفت به آدم سجده کن، به سمت آدم سجده کن. میگه تا حالا رو به کدوم قبله نماز میخوندی؟ رو به این قبله نماز بخونی سرعت پیدا میکنی. میخوام سرعت پیدا بکنی برای رسیدن به من که نمیخوام چیزی رو به رخت بکشم. این هر اگه پشیمون میشد از کربلا فرار میکرد، میلیاردها سال تو سجده بود به این مقامی که الان داشت میرسید. کی میرسید؟ چرا خدا لعنت کنه زبیر خدا لعنتت کنه، نه خودت. من با تو چه کار دارم؟ من با خلقی که تو داشتی، با سنتی که نزدیک بود بنا بذاری و هر این سنت رو باطل کرد، با این سنت غلط تو مشکل دارم. تو پشیمون شدی، پشیمونی تو برش رفتی، پشیمونی تو بردا بیا در خونه امام زمان سر سفره صراط مستقیم ببین. با پشیمونی تو به علاوه امام معصوم میشه اوج، میشه هر، میشه کسی که الان همه اولیا باید برن سر سفرهش درس بگیرن. چرا سنت غلط میذاری زبیر؟ پشیمون شدی جلو علی وایسادی، خب برگرد بیا پیش تو که علی رو میشناسی، تو که رحمت علی رو دیدی. خدا اگه به شیطون گفت این وری سجده کن، میخواست به نماز شیطون اثر بده، نفهمید که 6000 سال عبادت کردی حریف تکبرت نشدی. یک سجده اینجا بکنی تمام تکبر از بین میره. یه سجده اینجا کن تمام تکبر ازت میگیرن. وقتی به خدا گفت فرصت میخوام، خدا گفت باشه بهت فرصت میدم. چرا فرصت بهت نمیده؟ هنوزم ناامید نیست. خدا میگه بذار مهدی بیاد، شاید مهدی رو دید برگشت. خدا بنده هاشو دوست داره. خدا دعای شیطون هم مستجاب میکنه.
دنیای کسی پستشه، دنیای کسی مقامشه، دنیای کسی ثروتشه، موقعیتشه. هر کی یه دنیایی برای خودش داره. ممکنه یه کسی فقیر باشه، یه انگشتر بشه دنیاش، یه تسبیح بشه دنیاش. خیلی ضعیف. تو مدرسه صندلی که روش میشستیم دنیامون میشد. برای همین یه روز میرفتیم ببینیم یکی نشسته رو صندلی، بود صندلی من بلند شد. یادمون ندادن از اول دل نبندیم به چیزی. عاشق میتونه بکنه همه چی، از موقعیتش، از مقامش. از فرانسه برای نتیجه نوتیم بورسیه اومد، بیا دانشگاه درس بخون. بابا ول کن خاک و خل جونو، با این همه جوون میرن دفاع میکنن. عاشق میتونه بکنه همه چی. بعد دنیای این منبر اگه به درد آخرتمون نخوره ایشالله همین الان ازمو بگیر. و فرار کرد. اعوذ بک من علم لا یعلم و من صلات لا ترفع و من قلب لا. قلبی که خاشع نباشه باید ازش فرار کرد. و الا یه روز وای میشه جلوی امام معصومش. برای کسی بد نخوره، بد کسی نخوره. برای بارون میاد، آسمون بخیل داره میباره بر ما. ای بخیل، ای بخیل، ای بخیل. ما خوابیم، ما غافلیم. خدا ما بیدار کن. بیدارباش.net